بنا به اطلاع مرکز کنسولی کنتوکی در لاتاری گرین کارت برای سال 2021 در سراسر دنیا قریب 12 میلیون نفر اشتراک کرده 55,000 نفر برنده شدند. این لاتاری به غالبان و اهل خانواده آنها حق اقامت و کار در امریکا را می‌دهد. از بین کشورهای شوروی سابق بیشتر از همه 6001 نفر از روسیه، 5604 نفر از اوکراین صاحب حق اقامت در امریکا شده. زادگان ازبکستان با 5319 گرین کارت در پهنای سابق اسسر جای سیوم و در آسیای مرکزی جای اول را گرفتند. در منطقه در جای دوم قزاقستان با 2406 نفر، سپس تاجیکستان با 2332 و قرقیزستان با 2103 برنده لاتاری می آیند. همین طور 2293 ساکن ارمنستان، 1899 ساکن گرجستان، 1565 مولدوان، 1439 زاده آذربایجان از طریق لاتاری صاحب حق اقامت در امریکا شدند. یادآور می‌شویم تنها در نیمه اول سال 2021 بیش از 44,000 شهروند تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شده، یعنی هر روز به حساب میانه 241 زاده تاجیکستان شهروندی روسیه را پذیرفته است. جامعه شناسان تاجیک از یک پیامد ناگوار این تمایل، فرار مغزا و کاهش قشر باسواد و کاردان اهالی در تاجیکستان بانگ اضطراب میزنند. اخیراً دپارتمنت دولتی یا خود وزارت خارجه امریکا رسما از آغاز موسم نو ثبت نام‌ها برای برنامه گرین کارت در سال 2023 با اصول آنلاینی خبر داد. چنین امکانیت از 6 اکتبر سال 2021 شروع شده تا 9 نوامبر سال 2021 دوام خواهد یافت. هر سال امریکا به 50,000 نفر از سراسر جهان از جمله از تاجیکستان توسط لاتاری برنامه گرین کارت حق اقامت می‌دهد. چند سال پیش آمار نشر شد که بر اساس آن از ابتدای عصر 21 بیش از 5,000 نفر از زادگان تاجیکستان حق اقامت و حتی شهروندی امریکا را به دست آوردند.